درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های فرهنگی و فراغتی تلویزیونی دوشنبه. اینک برنامه با اشتیاس مهمونی کاشانه‌های شما و مهمون امشبه برنامه ماست مستلیبی چیردست، کارمند انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یاسومن شاکیرov است و شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه با اشتها. و بینندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که یاسومن شاکیرov نوازنده است که از عهده نواختن چندین اسباب‌های موسیقی میبراید و در انسامبل دریا باشد به حیث قانون نواز اشتراک میکند و امروز باشد در برنامه ما و همچون آشپزی ماهر اما تا فرجام معین میگردد که ماهر است یا نه. اینک شروع میکنیم. خب خوش آمدید به برنامه. در آغاز برنامه میخواستم درود و پیغام خوش را به بینندگانی که این لحظه ما را تماشا دارند رسانده باشه. از همه شمایان مینداری بیان میکنم که مرا به این برنامه دعوت کردید. اولا سلام درود خود را به هر یکی شمایان میرسانم و از فرصت مناسب استفاده نموده همه شمایان را با فرارسی نوروز آقا مفروض صدقاً تبریک و مبارکباد میگویم. این شام برای بینندگان ما چی آماده میسازیم؟ امشب باشد ما سمبوسه کمک شما خواهیم پخت. و راستیگه به هر نفری که اگر خوراکپزی نتواند حتما مرا در خانه هایشان نیز دعوت میکنن که من به آنها کمک کنم. بینندگان عزیز چون عادت شده از پیاز رو دختران آنقدر پاک نمیکنن، تازه نمیکنن، زیرا که چشمانشان پر از آب دیده میشود. از این خاطر من به شما کمک میکنم آب و پیاز رو تازه میکنم و شما باشد به آماده کردن گوشت و دیگر محصولات هایی که در اینجا هست یعنی که استفاده برده باشید. خب در آغاز میخواستم پرسیدم پرسیده باشم برای این سمبوسه که ما آماده میسازیم کدام محصولات لازم است؟ پیش از آن که ما سمبوسه را آماده میسازیم باید دانیم که در سمبوسه باید چی استفاده شود و از چه ها عبارت است. خمیری که در اینجا میبینید از این خمیر از آب، نمک، روغن استفاده برده شده است و این را ما علاقه به شکل تیار آماده کردیم که بسیار وقت را نگیرد در برنامه ما. و بعدا گوشت، کارتوشکا، پیاز و کبوتی، زیره، نمک، سیدونه، روغن و تخم. همه این مسئولات هایی بودند که در سمبوسه ما استفاده می شوند. خب شما سمبوسه آماده میکردید اما من کارتوشکا رو دیده خیال کردم که شما یگان شوربا آماده میسازید. از می خاطر بود اول دیدم که در سمبوسه کارتوشکا استفاده شود و فکر میکنم که یک نوگانی است به سمبوسه آماده کردن سمبوسه. بینندگان عزیز شما می توانید تنها پیاز و گوشت رو استفاده نمایید. کارتوشکا رو می توانید با تب دل وقتی که من سمبوسه در خانه آماده میکنم حتما کارتوشکا رو اضافه میکنم برای اینکه کارتوشکا با پیاز و گوشت تمام مزه و سمبوسه رو دیگر میکنه. یعنی طعم سمبوسه دیگر میشود و خوشخوب میشود و اینک شروع میکنیم. شما باید چیکار کنید من چیکار کنم؟ بیاید اولی برنامه یک روی خط میکنیم و کار رو تقسیم میکنیم و شما به هنر من بها دیگرید من به هنر شما بها گذاری میکنم. خب از چی شروع میکنیم؟ از پاک مثلا تازه کردن محصولات هایی که در لالی ما هستند. شما میتوانید این محصولات رو تازه کنید. اگر نخواهید اگر مثلا من گوشت رو ریزه کرده نخواهید شما گوشت رو گرفته قیمه کرده چون وابسته به سمبوسه همون استفاده برید. خب یاسومن دوگانه به خانه یکدیگر جمع میشن و میبینند که دوگانهش که تریزه خانهش شکسته است و از دوگانه دیگر پرسان میشد که تریزه خانه رو که شکست؟ میگوید که شوهرم. میگوید چگونه شوهرتون تریزه خانه رو شکست؟ میگوید من او رو به کاسه زدم دیدم که سرش رو خم کرد و تریزه شکست. و بینندگان عزیز این لحظه برنامه با اشتهای ادامه دارد. عین حال باشد ما به آماده کردن سمبوسه شروع میکنیم. خب یاسومن مهری همین نوازنده شدن در کجا در دل شما پیدا شد و شما انتخاب کردید که باید شما نوازنده باشه؟ اساساً مهر نوازندگی از خورتی برایم از اویله جای گرفته است و در اویله شما نیز هنرمندان بودن نمیخیل؟ بله اویله این لحظه میتوانیم به بینندگان خاطر رسان کنیم که کیست از خانواده شما که
همچون هنرمند همچون نوازنده یعنی که فعالیتی ایجادی دارد؟ ولی البته میتوانیم خواهر کلانی من که در انسامبل شش مقام خانون کمیته تلویزیون و رادیو کار میکنند، اپی من گلبار شاکرova هستند که همچنین هم نوازنده بهترین و هم سراننده بهترین در دل و دیده مخلصانشان جای گرفتند. از آنها میتوان نامبر کرد و همچنین برادرم که اسباب قانون می نوازند در یعنی که شما قانون نوازی رو از برادر خیش از خود کرده؟ ولی همچنین از برادرم، از خواهرم، از همکارانی که در با من کار و فعالیت میکنند در انسامبل دریا، از آنها من نوازندگی رو از همه میتوانم آموزم، برای آنکه در هر کجایی که باشم آنها میتوانند کمی باشد ذره باشد نازکی نوازش اسباب های موسیقی رو به من آموزونند. خب یعنی که شما از کسبیت خانوادگی آموختید و چگونه شروع شد اولین قدم ها در جاده آموزش از اسباب های موسیقی؟ وقتی که من خردسال بودم مهر صنعت رو مادرم حس نمودن و اولین مرتبه مرا در مکتب صنعتی شهر استرافشان رسپاری نمودند و استاد اولین من که اونجا الماس خوشبخت نام داشتند در قید حیات نیستم، صد افسوس، لیکن من استاد اولین خیش را در سیمای همون استادم میبینم. اولین بار یعنی که شما رو مادر رهنمون ساختن به نزد استاد بردن و شما ختم کرده انمون مکتب موسیقی ناحیه بودید. خب شهر استرافشان. خب من چیز دیگر میخواستم، اولین قدم ها گذاشتید شما در همون مکتب موسیقی در کدام جاده رو انتخاب کرده بودید؟ جاده نوازندگی اسباب رباب قشقری بود. اول شما سر کردید از اسباب های تاری. خب چی باعث گردید تا رو آورده باشید به اسباب های تاری قانون؟ اساسا در جمهوری تاجیکستان نوازندگی اسباب قانون خیلی کم شمارند هستند، از و مردم بسیارند، لیکن زنها باشد خیلی کمند. برای آنکه نواختن اسباب موسیقی قانون خیلی هم دشوار است. از 72 تور که عبارت است. بعد در این نوازندگی تیار نمودن، مثلا آماده نمودن شاگردان در این وای نوازندگی خیلی کاری دشوار است و هر کس هم از عهده نواختن این اسباب نمیبرد. برای همین من خواستم که این اسباب رو آموزم. بعد از ساز قشقری گذاشتید به اسباب موسیقی قانون. بله، اسباب موسیقی قانون. خب چند سال بودید شما رو به مکتب موسیقی بردن و در آنجا تحصیل کردید؟ صنف 6 7 تقریبا میخوندم. یعنی که تا صنف 6 شما علاقه در مکتب میانه تحصیل میکردید، همین طور نبود؟ بله، برای اینکه یک اسباب موسیقی رو یاد گیریم از سن خردسالی باید رویم در اونجا خونیم که شود. خب یعنی که ایامی کودکی گفتیم، ایامی همون خردسالی که شما پسی سر کردید. خب ایامی خردسالی و اولین صنف های ابتدایی در کجا شروع شد؟ اولین صنف های ابتدایی البته در مکتب میانه رقمی ده شهر خوجند آغاز شد که من در آنجا همچون خواننده صنف 1 قبول شده بودم. خب یاسمین، من یک چیز رو نفهمیدم. یعنی که شما در مکتب ده شهر خوجند تحصیل میکردید، باز برگشتید به استرافشان و در مکتب موسیقی استرافشان تحصیل کردید. خب در خوجند مکتب موسیقی نبود که شما اینقدر راه دور رو طی میکردید میرفتید برای تحصیل کردن و سبب در چی بود؟ نه، البته در شهر بوستانی خوجند مکتب های موسیقی خیلی زیادن و در اونجا آموزگاران بهترین من میشناسم که در اونجا کار و فعالیت میکنند و بودند مکتب های موسیقی، ولی که این اصلی اون که ما کت بستیم به شهر خوجند، از همین خاطر با وضع اولوی ما مجبور میشدیم از این شهر به این شهر یا اینکه این شهر به این شهر
کشتی بندیم. و میرفتید در اونجا استقامت کردید و مکتب موسیقی رو نیز در اونجا از خود کردید. خب تحصیل چگونه بود در وقتهایی که شما در صنف 6 7 میخوندید و اولین قدم ها در جاده آموختن اسباب های تاری میرفت؟ من که شوق و رغبت زیاد داشتم در سوی صنعت نوازندگی. برایم خیلی آسان بود، قین نبود، برای اینکه من خرسندانه میرفتم به مکتب. در اونجا مرا معلمم انتظار بودند. هر وقتی که میرفتم خوشحالانه با یک هوس درس میگذاشتن که برای من خیلی پسند بود. بیشتری مکتب‌های موسیقی از سن خردسالی قبول میکنن. بله. یعنی که شما در صنف 6 رفتید، در اینجا برای شما دشوار نبود آموزش اسباب‌های تاری؟ بله دشوار نبود. در عائله چند نفر هستید؟ ما در عائله 4 نفر فرزند، 2 پسر 2 دختر و من باشد فرزندی مبینی عائله در من فکر کردم که شما از همه خردی هستید. نه. خب من برای چی این سوال رو دادم؟ بینندگان عزیز این لحظه یک لحظه تنفس داره. خب یک زن به بازار می رود، به مغازه همون قالین فروشی می دراید و از همون فروشنده خواهش می کند که برایش یک قالین دهد که هم خوش صفت باشد، هم زیبا باشد و کودکانش بر بالای همون قالین بازی کنند در چند سال ندارد و تاکید کرده می گوید که اگر قالینتون فرسوده شد آورده به شما می دهم. بعد این قالین فروش میگه که شما چند فرزند دارید؟ میگه که من 7 فرزند. نباشد گفته از در خانه‌تون اسفالت خوابانید. و بینندگان عزیز عین حال ما گوشت را قیمه نمودیم. من از یاسمن گذاشتم زیرا که آخرین کارتوشکا در دستی من است و یاسمن باشد حالا هم دنبال قیرقیر کردن همون گوشت های میده است. که گوشت را ریزه کنم خیلی هم دشوار. چشم و چراغم مادر، تنها گلی گلزاری باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سپیدم مادر. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. مادر پرستار ای روشنی بخشو چراغ منزلم. چراغی خانه را افروختی، ای وای من قدر تو
روشنی بخشو چراغ منزلم سلطان غم چشم و چراغم مادر تنها گلی گلزار باغم مادر بعد از خدا تنها امیدم مادر من با دعایت رو سپیدم مادر مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم بینندگان عزیز گرامی، برنامه بایشتهای ادامه دارد و خاطر رسان میکنیم که مهمانی امشبه برنامه ماست مطرب چیره‌دست یا سومن شاکیرова و این لحظه باشد ما بهر آماده کردن یک سمبوسه های گرم بهاری هستیم و من فکر کردم که امروز سمبوسه میپزم گفته از علف های تر و تازه از سبزوات ها استفاده میبرد، اما چون دیدم که کارتوشکا زیادتر است گفتیم بیا بیشتر از گوشت استفاده بریم و این حال باشد، یعنی که ما کارتوشکا ها رو باشد به چنین طرز ریزه میکنیم، بله یعنی که با طرز مایده چرکنجوی مایده چرکنجه، چون که زود آماده گردد و زود پزیده میتور نیست. بله و خب درمش یاسمن، خب بگوید مکتب موسیقی را کدام سال ختم کردین؟ راستی که در خاطر ندارم، یعنی که سال 2007 یعنی سال 2007 شما مکتب موسیقی رو ختم کردید. اول در کجا کار کردید؟ فعالیت کاری من اساسا از کالج صنعتی به نام صادقخان حافظ شهر خوجند آغاز گردیده است. در آنجا همچون به حیث معلمه کار فعالیت رو آغاز کردم. پس چند سال در اونجا کار کردید؟ آموزگار از کدام تخصص درس میدادید؟ در آنجا از فن رباب درس میدادید، بعد آهسته آهسته یعنی که در همونجا مهارت خود را نیز سعی میدادید در برابر آموزگار بودن، نمی‌طور نبود؟ بله. خب چگونه به دوشنبه آمده؟ در اینجا کادر نمازنده اسباب قانون که کامیاب بود، نایاب بود، برای همون با دعوت کمیته تلویزیون و رادیو در این انسامبل باعث قانون‌نواز دعوت شدید و در اینجا کار و فعالیت کردید، نمی‌طور است؟ خب یعنی که شما به انسامبل دریا وقتی شامل شدید که در اونجا همه نوازنده ها و همه آن سراینده هایی که در این انسامبل فعالیت میکنن بسیار در سطح کسبی قرار دارند. بله. خب برای شما دشواری نمیکرد که در این انسامبل فعالیت کرده باشید؟ نه، اساسا برای من دشوار نبود، برای من که وقتی که من اولین مرتبه در انسامبل دریا اومدم خیلی خوشحال بودم که با چنین نوازندگان، با چنین سرایندگانی که حتی من آنها را تنها در تلویزیون میدیدم، یعنی که در آینه نیلگون میدیدید؟ تنها در آینه نیلگون میدیدم و بار اول که آنها را دیدم خیلی شاد بودم، خرسند بودم و برای من در اونجا کار فعالیت کردن خیلی شوق‌آور بود و وقتی که من پیش از دریا با کار دعوت شده اومدنم، من در انسامبل دولتی شش مقام خانم نور خوجند کار فعالیت کرده بودم، برای من آسان‌تر بود. آسان‌تر بود کار کردن در انسامبل دریا. یعنی که ما در اینجا به شما برار میخواهیم. تشکر. یک پسر به یک دختری ثروتمند خانه‌دار میشود و از بین چند روز میگذرد و جوره هایش به خانه اش میآیند و میبینند که در اصل اون زنی که همسر جوره هایشون شده است بسیار زنی بی‌زیب است و خلاصی که نگاه کرده میگویند که توی به جوانیت حیف کردی، نه خود توی قدر زنی بی‌زیب گرفته باشی، در برابر این لنگ است برای ثروت شده تو از عشقت گشتی چنین زن گرفتی. میگه بلند گپ زدن گیرید و نمیشنوند. و بینندگان عزیز، عینی حال ما به آماده کردن همین سمبوسه قسمتی اول اولو تمام نکردیم. ما قسمتی اول رو با یک زحمت و مشقت آماده میکنیم. خب یعنی که وقتی که به انسامبل آمدید
шумо дар дил ҳавас доштед ки ҳамроҳи чунин ҳунармандон суруд сароида бошед. хуб то ҷои мо огаҳ ҳастем асбоби анҳамон қонун як асбоби торӣ аст ва барои сабти сурудҳо ва барои сабти оҳангҳо яъне ки бисёр душворӣ дорад. Чӣ гуна сабт мегардиданд анҳамон дар оҳангҳо вақте ки навозиши қонунро ҷой мекардед? асосан вақте ки суруд омода мешавад аз ҷониби навозандагон ва сарояндагон дар студия сабт мешавад ва барои шумо душворӣ надорад. ва мегӯянд ки ҳар нафаре ки асбоби мусиқиро аз удааш хуб барояд сарояндаи хуб низ шуда метавонад. хуб чаро шумо интихоб накардед ки сароянда бошед? орзу ҳаст неки ҳола не ё аз садоятон бовар набуд? не ман танҳо мехоҳам танҳо дар навозандагӣ муваффақ бошам. яъне ки дар ансамблатон як духтар ҳастед, дигар боқимондаи ансамбл ҳама писар ҳаст, навозандаҳо аз мухтати бошад. дар баробари сози қонун ва сози рубоби қашқарӣ боз дар кадом асбоби мусиқиро шумо навохта метавонед? ман асосан дар асбоби рубоби қашқарӣ таҳсил карда истодам ҳозирҳо дар донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон. пеш аз оне ки мо ба донишгоҳи санъат меравем, хуб як саволи дигар доштам. яъне ки пас аз хатм шумо гуфтед ки рафтед ба ансамбли шашмақоми шаҳри хуҷанд, дар он ҷо кору фаъолият кардед, пас он омадед ба душанбе. хуб нахостед ки пас аз хатм мактаби мусиқии маълумоти худро олӣ карда бошед, пас он ба куҷо раҳсибор шудед? баъд аз хатми мактаби миёна соли 2011 ман соли 2012 дар донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмати шаҳри душанбе дохил шудам. дар он ҷо дар ихтисоси иқтисодии ҷаҳон таҳсил кардам. хуб баъд таҳсил нахостед ки ин интихобе кардед дар ҷодаи ҳамон иқтисодчӣ будан идома дода бошед? албатта хоҳиш ҳаст. вақте ки ман онҷоро хатм кардам бакалавр будам, мехостам магистратура дохил шавам, таҳсиламро давом диҳам, дар ягон мақомотҳои давлатӣ ба ҳайси иқтисодчӣ кору фаъолият кунам, лекин чихеле ки нашуд. кори ба дилам мувофиқ ёфта натонистам. хулоса аз ҳамин хотир иқтисодчиро тарк кардед ва хостед ки санъатро идома дода ба донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон равед? бале. лекин ман орзу дорам ки дар оянда магистратура ҳамчунин дар ин соҳа таҳсил кунам, соҳаи экономистӣ, рисолаҳои илмӣ худро дар рисолаи номзадии худро дар соҳаи иқтисодиёт ба анҷом расонида бошед. шумо омадед ба донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ва дар он ҷо таҳсил кардед ва айни ҳол дар чандум бахши он таҳсил доред? дар бахши чорум шӯъбаи ғоибона. дар шӯъбаи ғоибона таҳсил доред ва имсол насиб бошад шумо донишкардаро маҷбурӣ хатм мекунед? маҷбурӣ не, хатм наметунам. ихтиёрӣ як соли дигар, якуним соли дигар ҳоло таҳсил мекунам, барои он ки мо ғоибона мехонем ва дар он ҷо 5 сол аст. барои ғоибона 5 сол мехонанд ва барои рӯзона бошад 4 сол мехонанд. бале.
بینندگان عزیز گرامی، برنامه بایشتی ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمان امشبه برنامه ماست کارمند انسمبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یاسومن شاکیرова و سرپرست برنامه ماست شرکت قنادی 3 تا 5 و این لحظه یاسومن به خاطر اونه که شما در برنامه ما شرکت دارید و یک سمبوسه های لذیذ و با مزه و به مزه رو آماده میسازید، از این خاطر از این سرپرست برنامه بایشتی ها شرکت قنادی 3 تا 5 ما خواستیم در این قسمت سوم برنامه به شما تحفه سپارده باشیم تا شما الهامتان و دو سمبوسه های با لذت بزنید. یاسومن، من میخواستم اطراف تحصیل در دانشکده همون صاحبکاری و خدمت پرسیده باشم که شما خود یک که از خردی میل داشتید به اسباب‌های موسیقی و بیشتر موسیقی را دوست می داشتید، چی باعث گردید که شما رو آوردید به دانشکده صاحبکاری و خدمت؟ سوالی به مورد بود. همین سوال را میدهم برای چی در دل مهر صنعت بوده است از خردی و این کسب را انتخاب نکردی؟ اول اقتصادچی خوندی، بعد رفتی سوی صنعت. همین سوال را میدهم. در اولی ما که همه آنها صنعتکار بودن و من خواستم در اولی کسب دیگر رو انتخاب کرده باشم و رفتم همین سوی اکونومیستی خوندم. یعنی که اقتصادچی خوندید؟ اقتصادچی خوندم که برایم خیلی پسند بود. استادانی مهربان از دانستن ساحه اقتصادی خیلی برایم معقول بود، پسند بود و میخواستید که اقتصادچی باشه. و پس از ختم وقتی که خوندید فهمیدید که شما خطا کردید، خیلی نیست؟ نه، من پشیمان نیستم از خوندگیم، از تحصیل کردنم، برای آنکه یک روز در کار میشد. خیلی نیست؟ زندگی کی میداند در کجاها میبرد انسان را. برای همین من پشیمان نیستم و برعکس خودم را خوشبخت حس میکنم که معلومات دیوم همچنین خونده ایستادم و معلومات یکم را از ساحه اقتصادی دارم. هر یک کدمانو در دل یک شوق دارد، یک هوس دارد و میخواد که آن را عملی کرده باشد. شما در برابر اونه که نوازنده هستید، در برابر اونه که کار میکنید، باز کدام هنرها رو دارو هستید؟ در برابر نواختن اسباب موسیقی و ساحه اقتصادی من از کسب‌های دوزندگی، کدبانوگی آگاهی دارم و هر یک بانوی تاجیک باید از عهده چنین کسب‌ها آزادانه برآید، برای اینکه زندگی خود یک درس است و در این درس زندگی ما میتوانیم تمام کسب‌هایی که در روی زمین هست از خود کنیم. البته این به کوشش و خواهش ما وابستگی دارد. بینندگان عزیز، عین حال محصولات های ما آماده شد. ما روغنی گوسفند، گوشت، کارتوشکا و پیاز را ریختیم. عین حال باشد برای خوش‌طعم نمودن از هر گونه محلول های خوش‌طعم کننده استفاده می‌بریم. مرحمت. و پس از آن خمیره خشک را آماده می‌سازیم و در داخل خمیر گوشت را آماده می‌کنیم و عین حال می‌توانید که این یعنی که موادهای خوشبو کننده را آمیخته کرده باشیم. خب زیره را گرفتیم، همراه می‌کنیم با محصولات. پس از زیره چرا ما نمک را اول نمیکنیم؟ شاید به نمک بیاد خوراکی ما. نه، البته نمک را همراه میکنیم به نمک. وقتی که نمک را ما همراه میکنیم، اخیراً همراه میکنیم، لیکن محصولات رو همش رو آمیخته نمیکنیم، برای اینکه محصولات بعد آب شدنش ممکن. برای همین زیره را میچوشیم، چوشیده شده خیلی میتوانیم همه زیره را همراه کنیم. پس از آن و کبودی خشک رو خشکای کوفته شده رو بله حرکت میکنیم که کبودی ها و چپچای درازی و سخت نداشته باشن، برای اینکه و کوشش میکنیم که آنها خوب کوفته شده باشند و در زیر دندانی راوی نمانند هنگامی بهاگذاری کردن. بله، بعد بهای منفی میگیرد.
یعنی که عینی حال بعد از اون باشد سیاه دانه ها رو یا این سیاه не دانه сиҳастона танҳо дар болои вай гузошта мешавад. акун намакро асосан гуфти шумо ва яке маҳоле ки вайро чиз мекунад хуштам мекунад ҳам бетам мекунад ин намак аст. намакро бояд тавре андохт ки басанда бошад, на зиёд на кам. барои ҳамин ҳар از حد زیاد شور می شود و از حد کم باشد кам намак нашавад ки бемаза мешавад. барои یعنی ҳамин که زنها بسیار دانا هستند چون که این قاعده ها رو الکی فکر میکنن چون که از هر یک خوراک آماده میکنن هر نفری که از اون خوردن میکند از تمیون یعنی که به هنری کدبانگی این یا آن زن بهاگذاری میکنن. بله. خب یعنی که در برابر یعنی که شما به درس میروید تحصیل میکنید وقتهای خالگی خود رو چگونه پس سر میکنید؟ вақтҳои холигӣ хешро асосан ман бо тамошои телевизор масалан оилаи нилгун китобҳои хондани китобҳои шавқовар ва сайру гашт бо аҳли оила. مرا هم میبره دیگه اون روز албатта یعنی که این حال باشد مهمانان عزیز ما توبه‌مون رو در اونجا گذاشتیم و میتوانیم که این خمیره ها رو چیکار کرده باشیم؟ میگیریم اول با دست آنها رو پهن میکنیم. میگیریم با تپه میکنیم با راسته میکنیم آر نمیکنیم؟ نه آر نمیکنیم. چرا آر تنها از روغنی که از روغنی رستنی بله استفاده بردن ممکن است. میتوانیم نخی گیریم بعد خیلی کنیم. شما میتوانیم از این استفاده بریم لیکن بسیار نه کم برای اینکه الکی در خمیر ما روغنی شدر لیتا استفاده شده روغنی مسکی شدر لیتا و این خمیرها رو یعنی که تنوگ میکنیم و بله با در برابری با دست تنوگ کردن یعنی که ما میتوانیم که از چوب تخته استفاده بریم همین طور است؟ بله البته وقتی که دایره شکل شد من فکر میکنم که از من نیز آماده کردید همین طور نه؟ بله و همین برنامه بایشتی خوب است از این بس با کمتر کنیم کمکک یکی نقص شد ها؟ بینندگان عزیز با یک عذاب مشقت زیاد ما این خمیرها رو تنوگ نمودیم. اکنون آن همون خمیرهایی که هست ما الکی تنوگ کردیم و آن هم محصولات هایی که آماده کردیم هم را با هم آمیخته میکنیم و با پیچانیدن آن همین سمبوسه همون الکی شروع میکنیم. یعنی که هر یک نفر که چنین سمبوسه را آماده میکند وابسته به طعم و ذوق خویش یعنی که همین محصولات را میتواند که داخل خمیر کرده باشد و کسی میخواد زیادتر به آن زیادتر و کسی میخواد کمتر و کسی قوتش نمیرسد میتواند که در جای گوشت پیاز استفاده برد زیادتر میشود در بازار اگر چنین فروخته باشد. و میدانید که یک نفر به رادیو زنگ زده میگوید که سلام علیکم بعد راوی رادیو میگوید و علیکم السلام و میگوید که ما علف داریم علف های خشک شده و میخوایم که بندی علف رو به بازار براریم و یگان نفری باشد که علف های ما رو خرد و کی پرسان میشود راوی برنامه شما علف رو چند پولی میفروشید و میگوید که از 5 تا 10 سومون و میگه یک لحظه استید من به کبودی فروشی های بازار زنگ زنم چون که آنها 3 دانش رو 2 سومون میفروشن. و بینندگان عزیز پس از آماده گردیدن آن همین با چنین شکل و ما میگیریم سمبوسه ها رو با شکل گوناگون میپیچونیم و عینی حال باشد من با توبه تفتان یعنی که روغن میمالم چون که تگی سمبوسه هایمون نگیرد و سوخته نماند چون که این مهارت نه اینکه امروز یاسومن است امروز مهارت راوی زیادتر در این برنامه دیده شد. محصولات ها رو باشد اکنون در بالای خمیری که وای کردیم پهن کردیم میگذاریم. محمد مقصد اساسی همین است. مقصد اساسی به همه سمبوسه ها باید محصولات ها برابر شود و از همین خاطر
кардем ҳама маҳсулотҳоро ва хамирҳоро паҳн ва баъдан онро мепечонем. бале мепечонем ва ба шакли гирдача мепечонем ё ки ба шакли секунҷа. ба шакли секунҷа албатта. яъне ки сифати маҳсулотамон боз рангашам хушрӯш шавад охир не хушрӯш шавад, хушмазза шавад, ҳамихел хуштаъм шавад бале ва ровӣ хӯрда натавонад аз таъми олии он. албатта хӯрда метавонем. бинандагони азизу гиромӣ, мо дар хамирамон ҳамон маҳсулотеро ки омода карда будем барои самбуса печонидем ва ба тобаи тафтон гирифтем ва айни ҳол бошад мо барои хуштаъм шудан ва зебо шуданаш дар болои он зардии тухм истифода мебарем ва бинандагони азиз, мо бояд зардии тухмро аз оби тухм ҷудо намоем, аз сафедиаш ҷудо карда бошем ва барои зебо шудану хуштаъм шуданаш яъне ки аз сиёҳдонаҳо истифода мебарем ва айни ҳол бошад ёсуман ҳамин зардии тухмро ба болои самбусаҳоямон мегузорад ва бинандагони азиз, баъд аз ба тобаамон яъне ки ба ҳамон самбусаҳоямон зардии тухм молидан ва сиёҳдона мондан, мо оро ба тобаи тафтон мегузорем ва дар ҳарорати 180 дараҷаи гармӣ ва мунтазир мешавем то самбусаҳоямон омода гардида бошад ва пухта расида бошад ва то он лаҳзае ки самбусаҳои мо мепазад ва барои бинандагон ёсуман шокир ва чанд садои қалби хешро бо асбобҳои тории хеш манзури мову шумо мегардонад. хуб, ман мехостам ёсуман як саволи дигар дода бошам. яъне ки шумо боре дар пеши худ мақсад гузоштед ки оҳанг эҷод мекунед, асар эҷод мекунед ва асарҳоро бо асбобҳои миллӣ навохта пешкаши мухлисон карда бошед. албатта орзу дорам ки оҳангҳои хешро баҳри тамошобинон пешкаш кунам, эҷод кунам, лекин дар ин барои эҷод намудани оҳангҳои нав бояд инсон таҷрибаи зиёди корӣ дошта бошад ва ҳамчунин бо устодони хеш маслиҳату машварат гирифта бошад албатта ва оҳангҳоро омода карда пешкаши мухлисон карда бошад. хуб, аз хурдӣ бештар мухлиси кӣ будед ва дар дил ҳавас доштед ки бештар ӯро гӯш карда бошед? яъне ки суруду мусиқои кӣ бештар ба шумо писанд буд? асосан ба ман оҳангҳо ва сурудҳои эромҳо бисёр маъқул аст. масалан моин, бежан, умид, аз инҳоро меписандам ва аз сарвандагони тоҷик бошад кароматуллои қурбонро бештар меписандам ва аз гузаштагони худ, масалан аз шашмақом сароёни худ устод ҷӯрабек муродов, устод боимуҳаммад ниёзов ва дар сурудҳои халқӣ бошад устод саидкул билоловро хеле зиёд гӯш мекунам ва меписандам. ва айни ҳол бошад самбусаҳои мо омода гардид ва мо метавонем ки дар болои самбусаҳоямон сиёҳдонаро илова карда бошем. сиёҳдона чӣ хусусият дорад ба ҳамин омода кардани самбуса? асосан сиёҳдонаро бисёр ҳам муфид барои таом меҳисобанд. асосан таомҳое ки бо хамир бо от омода карда шудааст барои он ки ҳам зебогӣ медиҳад баъд ва таъми нотакрорӣ дорад ки кас аз хӯрданаш лаззат мебарад. аз ҳамин ҳисоб сиёҳдонаро ҳатман дар шумо чунон қисса кардед ки ман ин самбусаи шуморо қариб хомухом мехӯрам. аз ҳамин хотир зуд омода карда бошед ва мухлисон интизор ҳастанд ки имрӯз садои қалби хешро ёсуман менавозад баҳрашон
و آنها باشد در این شام استراحتی با فراغت میکنند. و بینندگان عزیز، عین حال سمبوسه های ما در تفتان در توبه ما آماده شد و ما توبه های تفتان رو به تفتان میگذاریم و حرارت آن رو باشد به 200 درجه 180 градус یا اینکه 200 градус درجه گرمی میگذاریم. مرحبا. اگر خمونی مگه اثر بل میشه. بینندگان عزیز گرامی، برنامه بایشتی ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمان این شبه ما مطرب چیرته است. کارمند انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یاسومن شاکیرова و سرپرست برنامه ما شرکت قنودی 3 تا 5 و بینندگان عزیز، پس از شنیدن یک آهنگ دلنواز سمبوسه های ما در همون تفدانمون پخت و این لحظه یاسومن آماده است که همون سمبوسه ها را به راوی پیشنهاد کند و یاسومن بسیار یک شخص خوبی هست، یک شخص تجربه دیده است که سمبوسه را در گرمی راوی خورده نمیتواند و از طعم و لذت آن به شما گفته نمیتواند. عزیز، برای این خاطر عین حال سمبوسه های ما الکای پخت و سیمای زیبا دارد و فکر میکنم که طعمی خوش هم دارد. همینطور نیست؟ مرحمت. و شما میتوانید که این سمبوسه ها رو به راوی پیشنهاد کرده باشید. خب من یک چیز دیگر پیش از آنه که سمبوسه ها رو کشیدنی هستید پرسیدنی هستم. چی نقشه هایی هست که پی عملی کردن اون هسته؟ نقشه های زیاد دارم در آینده. اساساً خیلی که میگویند زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود و نقشه های انسان از آرزوهای او وابسته است و من میخواهم در آینده و کوشش میکنم که در جایی که انتخاب کردم موفق باشم، چی در ساحه اقتصادیات، چی در ساحه صنعت. خیلی که دیده ایستاده سمبوسه ما خیلی سیر آب شده ایستاده است، مثل که سیر آبش نه است که زود حل میشه، نمیتونه نباشد باز از که زیاد باشد.
از کجا طبیب گفته و به طبابت ملایم خوب است و آدم رو به کسی بیماری معده گرفتار نمیکنه. سمبوسه ما آماده شد، باشته باشید. پیش از آنی که از سمبوسه شما چشیده باشم میخواستم آخرین سوال رو در برنامه داده باشم. باشد. طول یک ساعتی که شما در برنامه با اشتیو بودید، چی بود برنامه با اشتیو برای شما؟ برنامه باشته خیلی به من پسند آمد. عصبی به اون که در اینجا خیلی کارمندانی کار میکنن که خیلی هم تجربه کاری زیاد دارند و همچنین راوی برنامه ما خیلی هم انسانی صمیمی هستند، خاکسار هستند، دلیاب هستند و شیخ طبیعت نیز هستند. از همین خاطر برای من جالب بود و من خرسند هستم که در این برنامه با اشتها اشتراک کردم و مینداری خیش رو به کلی کارمندان برنامه با اشتها میرسونم و همچنین به شما. تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، کسی ما رو تعریف کند من لیک از قولم نمی‌کردم. باور کنید این تعریف هایی که بودن تنها به خاطر اون بودن که من سمبوسه یاسمن رو تعریف کرده باشم. اما بینندگان عزیز باور کنید سمبوسه رو هیچگاه در گرمیش استعمال نمی‌کنن اگر از حد زیاد گرم باشد، چون که مزه او رو نمی‌فهمید. پیش از اونه که من از این سمبوسه خوردن میکنم با شما خیر خوش میکنم بینندگان عزیز. شاید یک حادثه رخ ندهد، از همین خاطر ما با استعمال سمبوسه شروع میکنیم و بینندگان عزیز ما از این سمبوسه چشیدن میکنیم و از طعم و لذت آن به شما خواهیم گفت. میدونید چی؟ گویم خفه نمیشوید؟ نه چی که باشد گوی. بینندگان عزیز برای با شما قصه کردن طعم حتی زبانم میگردد که به شما گویم که آن چگونه طعم داشت. باور کنید طعمی عالی دارد این سمبوسه ها. احسن به شما که براتون پذیرفتید آمدید چنین یک سمبوسه ها را آماده کردید و ما لذت بردیم از چشیدن چنین سمبوسه های با لذت و در جد ایجاد برایتان بردباری ها را تمنا داریم. تشکر. بینندگان عزیز و گرامی، اینجا باشد وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام میرسد. در انتها براتان خانه آباد و روزگار آسوده را تمنا داریم. با شما بودیم یاسمن شاکیرا و من مهراوری اسدالله و شرکت قنادی 3 تا 5. تا نزدیکترین دیدار، خیر عزیزان.